به نام خدا. با سلام به دوستان عزیز، به خصوص کاوشگران مهربان و عزیز که میان سرما و گرما پی یک قطعه شاپسنگ میگردن در بیابان ها و کوه و دشت و آیا پیدا بکنن یا پیدا نکنن. همه کس هم نمیتواند پیدا بکند. دروغ میگویند که شاپسنگ فراوان است و ریخته. ببینید دوستان، من دوباره این فیلم را توی پیج گذاشتم، توی انیستا و توی یوتیوب برای دوستان عزیز به اشتراک گذاشتم. یک نکته من را فراموش کرده بودم که میخواهم شما را دقیقا روشن‌تر کنم. ببینید دوستان، شهاب سنگ‌ها وقتی که وارد از جبر آسمان به زمین وارد میشوند در حال سوختن و گداخته شدن میباشند. این سنگ‌ها باید اون مشخصات اولیه را حفظ کنند، اما سوختگی، قهوه‌ای رنگ، قرمز رنگ، سیاهی و چین و چروک، ترک خوردگی، برآمدگی، جوش زدگی باید اینا را داشته باشند. ببینید دوستان، ما شهاب سنگ سبز، شهاب سنگ آبی، شهاب سنگ سفید نداریم. ببینید چون شهاب سنگ ها میسوزن و در حال سوختن به زمین میرسن. شماها گول اینها را نخورید، اینها یک عده اصلا دروغ میگویند. یک سنگی میذارن سبز است یا آبی است یا سفید، میگویند شهاب سنگ است. همچین چیزی وجود ندارد. ببینید دوستان، من یک شهاب سنگ در اون بالا گذاشتم که رنگ جگری می باشد. این شهاب سنگ را من پیدا کردم رنگش قرمز بوده و او را پاک کردم، صیقل نمودم، صیقل دادم و حالا امکنون جگری رنگ شده، رنگش برگشته. اینها شهاب سنگ های واقعی، اصلی، حقیقتی هستند که من شخصا خودم اونها را جمع آوری و پیدا کردم. درود خدا بر شما. خداوند نگهدارتان باشد.